قبل از که به صحبت ادامه بدم، یک چیزی که قابل نوت است و از من علایده خواسته شده که خدمت شما تقدیم کنم و به ذریعه ازمینجا و امارت اسلامی و به حکومت فعلی افغانستان برسانم، است که اکثریت قاطی برادرها و خواهرایی که در برنامه ما کامنت نوشته کردن، نظریات فرستادن و چون از مرا چینل ما سابق چینل افغانستان پانوراما بود و او چینل الان فعلا کار میکنه، اگر دوستا در اونجا میرن کامنت چیزی می نویسن، او چینل هم فعال است. اما چینل نوی ما سید بلال احمد فاطمی ایره میخوایم که بیشتر فعال بسازیم، چرا اصل کار ما در اینجاست. اما افغانستان پانوراما را اگر دوستا میخواین ببینن در اونجا، چون موضوعات را که ما برنامه را در کل در سید بلال احمد فاطمی میکنم، در اونجا بازور بخش میسازیم، به آسانش میسازیم، هر کس میتونه اونجا بخشای مختلف در افغانستان پانوراما بشنوه. بنان برای من پیامایی که در افغانستان پانوراما سید بلال احمد فاطمی و در تیک تاک و در فیسبوک و در تویتر در جایا میایه، اکثریت قاطی موقف اختیار کردن که صدای ما را به امارت اسلامی برسان و به اونا بگو که ما هرگز نمیخوایم که دروازه های بین افغانستان و پاکستان باز شود. تورخم، غلام خان و همچنان سپین بولدک چمن باید بسته باشه. میگن ما با هیچ قیمت نمیخوایم و این صدا از خاطر ارزش داره که صدای ملت است. یعنی در این صدایی که ما براتون میگم، شما برین کامنت های ما رو ببینین، از مزار، از کندوز، از هرات، از پکتیا، از سپین بولدک، از نورستان، از تمام نقاط افغانستان است که نشان میده که با وجودی که این مردم اگر در مزار و نورستان شیشته با هم تماس ندارن، اما چون افغان هستن یک آرمان دارن و این است که عزت افغانستان و میگن عزت مادمی است که دروازه باید بسته باشه و این صدا باید به امارت اسلامی برسه، به این لبیک بگه و این دروازه را در مقابل پاکستان باز نکنن. این صدای ملت است و باید احترام گذاشته شود.